سال 74 زمانی که خالم به خواستگاری خواهرم اومد، پدر خدا بیامرزم اصلاً به مهریه بالا راضی نبود و اعتقاد داشت مهریه فقط قرآن و نبات و نهایتاً 5 تا سکه باشه. همیشه میگفت دامادم باید مرد زندگی باشه، دل نباشه، خسیس نباشه و البته اینکه از همون روز اول خونش جدا باشه. اینطوری هم دوری و دوستیه و هم احترام دخترم حفظ میشه. اما خواهرم راضی نبود. با شوهرش هماهنگ کردن و گفتن روز عقد به عاقد میزان مهریه رو میگیم. اونا عاشقانه همدیگر رو دوست داشتن و از بچگی به هم علاقه‌مند بودن. خلاصه روز عقد با 350 سکه مهریه عقد کردن. 20 سال زندگی عاشقانه داشتن و ثمره زندگیشون 2 پسر و 1 دختر بود. یک روز شوهرش در مسافرتی که با یکی از پسراش بود، نزدیکی مقصد تایر ماشینش پنچر میشه و در حال تعویض اون تایر یک کامیون خواب‌آلود بهش میزنه و در جا فوت میکنه. راننده کامیونم پا میذاره به فرار. روزگار روی تلخش رو به ما نشون داد. خواهرم چه ها که نکشید. خودش شد بیوه و 3 تا بچه کوچیکش هم شدن یتیم. شانسی که آوردن این بود که ماشین گشت لحظه تصادف اونجاها حضور داشته و شاهد بوده و تونست راننده کامیون رو در حال فرار نگه داره. راننده کامیون رو میگیرن و بازداشتش میکنن. اون از خدا بیخبر، اصلا براش مهم نبود که این نفر رو کشته و یه خانواده یتیم شدن. در تمام مدتی که خانواده ما داغدار بودن، هیچ کدوم از اعضای خانواده راننده رو برای تسلیت ندیدیم. دریغ از یک ابراز ندامت یا جمله دلداری دهنده‌ای که خود راننده بخواد بگه. خلاصه که دیه با بیمه ماشین پرداخت شد و پرونده بسته شد. خواهرم که تا الان سوگوار مرگ همسرش بود، با حقیقت تلختری روبرو شد.